در یک سال 4 بار و 5 بار تا 10 بار تا 15 بار ما جنگ های بین مرزی داریم و سببش هم تا امروز حکومت ما نمیتونه معلوم بکنه که چرا ما سالانه این قدر مشکلات های مرزی داریم، در حالی که ما میریم مذاکرات میکنیم، سر یک میز آش میخوریم و بعد از 1 هفته، بعد از 1 ماه دیگر باز همه حالت ها شروع میشود. یعنی در دوام این همه مشکلات های مرزی ما 22 نفر شهروند تاجیکستان جان باخته است. یعنی ما 22 نفر قربانی داریم با طور رسمی میگن. خب شاید غیر رسمی زیاد باشه که مقامات را قید نمیکنه، نظارت نمیکنه، همون قدر میبره زیر گور و چوب. خب من دوستان منظرت میخوام، شاید صدام کمی خستم باشد، البته عذر ما را قبول کنید چون خودم احساس میکنم صدام در گوش خودم خوب نمیاد. ولی ببینید که خب آخرین بار هم باز هم اینها مذاکرات کردن. مثال مرحمت بگذارین این کارتشکابای توشکابای خطی خب این دیگرش بعدم یک ولی دیگری قرقیز چیکار کردن؟ مذاکرات کردن. مذاکرات پایان یافت، نیروها بیرون میبرند. شرحی رسمی تاجیکستان درباره تیرپرانی خب در اینجا شرح داده است و در این حالت هم حتی یک نفر هم به هلاکت رسیده است از طرف مرزبانان تاجیک ما که از ولایت ختلان می باشد. نامش در کجای ذکر شده بود. خب منابع رادیوی آزادی گفته است که تیرپرانی شام سه‌شنبه سرجند زایر سید مراد 27 ساله از ناحیه دوستی ولایت ختلان مجروح شده است. وی در قفس سینه و شکم تیر خورده است. خبر دادن منبع رادیوی آزادی. پسانتر خبر دیگر آمد که خب این سرجند به هلاکت رسیده است. خب دوستان عزیز، من از این نقطه ها چی میگم و البته نظر شما را میخوام این شام صرف درباره این خبر بگیریم که خب بگیرین این همه مشکلات ها صورت میگیره. خب یک بار این کلند بمونین. خب شما این حادثه را میدونین. حادثه که از طرف شهروندان قرقیزستان نزد سفارتخانه جمهوری تاجیکستان یک اعتراض میکن. همون اعتراضی که سال گذشته از طرف اوانگرد وزارت کارهای داخلی در نزد دفتر سازمان امنیتی همکاری های اروپا و سفارتخانه ایران با یک طور خیلی احمقی و داد و چغیر و صحبت های پوچ و بی‌معنی انجام داده بودند و آن اعتراض هایی که میروند در نزد خانه های مخالفین، افرادی که پدراشان یا فرزنداشان مخالف است انجام میدهند و مردم قرقیزستان با طوری خب خیلی دغل با یک نوشتجات های خیلی دغل خیلی تند محکوم کرد حکومت ما را. و من بالای اینا نظر نمیکنم که اینها چرا محکوم کردن، چرا اینها رفتن اعتراض کردن. حق اینها از شهروند خارج هستند، میروند، برای من فرقی نداره، هر کاری که نمیکنن. من نقطه گذاری میکنم بالای اون لاشخورهایی که اوانگرد ساخته است شونه که برای نزد دفتر OBS رفتن، دفتر ایران رفتن، داد و فغان و فریاد کردن اکو فراموش نکردید. یعنی که یک برادر زندانی ما از حزب نهضت، پدر شهرت رحمت الله زایر، خطا نکنم پدرش، یعنی خانه پدرش رفتین، اگر فامیلش فراموش کرده باشم معذرت میخوام، آقای رحمت الله به هر حال. خب رفتین تخم شب کردین، اعتراض کردین، بیچاره مادرش برآمد، مادرش اذیت دادین و مثل اینها خانه ده ها کس دیگر میرین.
یعنی در اینجا اینها برآمدن امام علی رحمانوف همچه یک دیکتاتور ذکر کردن و عکساشو در سر گوش هم کشیدن، شاخ هم گذاشتن و یک با لفظی خیلی تحقیرآمیز تحقیر کردن. حتی سفارتخانه ما تا امروز این نقطه را شرح نداده است. حتی یک وزارت خارجه ما هم در این نقطه گپ نزده است. حتی او تیم اوانگارد که شما میبینین که رفتین در سفارتخانه های دیگر داد و فغان کردین، نرفتین که این نقطه را محکوم بکنین. ما که در تاجیکستان سفارتخانه داریم، سفارتخانه قرقیزستان است، چرا نمیرین؟ چرا شما نمیرین این کارا بکنین که اینجا شما را گناهگار داره که تاجیکستان به نسل کشی قرقیز گناهگار است؟ مرحمت. خب آقای به نواری پراترش پیدا کنیم. خب ببینیم من پیدا کنم نوارشه. خب مرحمت. Geçsin. Rahmon, Geçsin. Rahmon, geçsin. Rahmon, geçsin. Rahmon. Второй раз. Ну, то есть проблемы границы у нас были всегда. Это не первого года проблемы. Но никогда такого не было, и ни один из наших соседей на нас не нападал, не убивал наших мирных жителей из минометов. И то, что происходит сейчас, второй раз повторяется ситуация, когда по приказу Рахмона таджикские военные стреляют по нашим мирным домам, убивают наших детей, убивают наших мирных граждан. И все это ради того, чтобы сохранить свою власть и остаться диктатором у себя в стране. اون کسی که شما می نازنش و می فخرش و می خرینش اینها میگن دیکتاتور. خب ما که میگیم ما که میدونیم دیکتاتور است دیگه. یعنی یک کشور دیگر میبرد در نزد سفارتخانه اعتراض میکنه و اون هم ذکر میکنه که تم سببگار جنگ و این مشکلات هایی که ما در مرز میبینیم این دیکتاتور رحمانوف است. یعنی چرا وسایت اخباری عامه ما، چرا اون تلویزیون و رادیو و رسانه هایی که از رحمانوف دفاع میکنین، اون یک گروهی خیلی بزرگه که لاف از وطنداری و وطن دوستی میزنین، چرا محکوم نمیکنین؟ چرا در برابر شما نمیرین اعتراض کنین که شما را کی حق داده است که امروز براین ما را گناهگار به خواب کشتن مردم قرقیز بکنین حکومتی ما را؟ شما که از اون دفاع میکنین چرا این کار را نمیکنین؟ پس اینجا خاموش بودن، سکوت، علامت رضایی، راضی بدن. یعنی شما راضی هستین که واقعا مشکلات های مرزی رحمانوف تشکیل میکنه و یا که رحمانوف دست به کدام کاری داره در مسئله مرز که اینجا جواب نمیده، حتی به صورت شیطانش کرده، مثل شیطان شاخش چسبوندن. یعنی شما اینقدر اجازه دادین خودتون تا این حد در نزد سفارتخانه تون میروند، تحقیر تون میکنن، دیکتاتور تون میگن، قاتل تون میگن، نه سفارتخانه جواب میده، نه وزارت خارجه جواب میده، نه در سطح راهبریت حکومت و نه در سطح چاپلوسا و خاله های یا سخال. اگر یک مخالف یک با رحمانوف و دیکتاتور بگه میرین خانهش از زدن و از گفتن و از دعوت کردن بیزار میکنین، در رسانه ها برای شما را دیکتاتور میگن. Я бы хотела сказать, что хватит решать свои внутриполитические проблемы за наш счет. یعنی اینها را میدونن که پروبلم های داخلی را
یعنی وقتی که در وطن پروبلم های داخلی حرفایی که ما میگیم که هر گاهی که رحمانوف در یک منطقه میخواد یک مشکلات های را سر بزنه، حتما در منطقه دیگر یک پروبلم را روشن میکنه. با طوری مثال مسئله بدخشان و بارها گفتیم، هر گاهی که در بدخشان قتل، کشتار، تحقیر، جنایت هایی که میخواستن در اونجا انجام بدن، حتما واروخ براشون یک میدان جنگی بود، یک پروبلم بود. میرفتن در بدخشان میکشتن، جنگ در واروخ تیر میکشادن و کشمکش و غرغره را شروع میکردن. این شکل این مردم قرقیز هم همین حرف میگه. Хватит убивать и нападать на нас. Баткен – это наша земля, она всегда будет нашей, и она останется нашей. خب دیمش بگذاریم. Просто потому что им так хочется. Не знаю, какие у них там еще есть свои причины. Я думаю, что, наверное, им хочется таких же лавр, как и у России, но мне кажется, это очень неверно. Поэтому давайте назвать вещи своими именами. Рахмон убийца, он убил наших детей, он убил наших граждан и продолжает это делать. Каждый год. Я думаю, в принципе, Майя не сказал, что не знает причины. Но я на самом деле могу назвать основную причину, почему эти конфликты постоянно возникают на границе. Потому что Рахмон диктатор, потому что он подавил все демократические институты у себя в стране. В Таджикистане нет нормальных выборов. Этот человек уже на протяжении более 20 лет сидит у власти. И в связи с тем, что его народ недоволен обстановкой в стране, что нет нормальных выборов, не соблюдаются права человека, нету свободы слова, и таджикское население с каждым годом больше и больше недовольно этими диктаторскими методами. И, соответственно, для того, чтобы удержаться у власти, Рахмону нужно постоянно поддерживать какую-то угрозу извне. И для этих целей он избрал Кыргызстан. Поэтому пока сидит Рахмон у власти, пока мировая общественность закрывает глаза на его преступную деятельность, эти конфликты будут возникать постоянно. Потому что Кыргызстан демократическая страна. Нам нет никакой надобности создавать какие-то... خب این اعتراض با طور خیلی حرفه‌ای آماده شده است و اون دوربین هایی که میبینین دوربین های یعنی عادی نیست. نوارهای دیگر رو ببینین، یعنی دوربین هایی که در تلویزیون و در شبکه های تلویزیونی میرون بنوار میگیرن یا که همو شخصایی که خیلی حرفه‌ای هستن او دوربین های مخصوص دارن. یعنی این یک اعتراض تشکیل شده است. میفهمین؟ یعنی حکومت قرقیزستان در برابری که در مرز میروند مبارزه میبره، باز هم در شبکه‌های اطلاعاتی، در جنگ‌های اطلاعاتی فعالیت زیاد کرده است و این اومدن ما و شما را گناهکار به او دارن که ات دیکتاتور، اون کسی که دیکتاتور است در او وطن در تاجیکستان، چون سیاست پلید داره، مردمش ناراضی است و به خاطری که فکری مردم پریشان کردن میرود در مرز مردم میکشه، میرود در مرز جنگ میدازه. یعنی یا طرف قرقیز، این طبیعی است که این یک برنامه داده شده که اینها انجام میتن. یعنی حکومت قرقیز نظرش پس دری است که مشکلات ها از جانب تاجیکستان است و رحمانوف هم ضعیفی رحمانوف فهمیدن و میدونن که رحمانوف ناتوان است، میدونن که 20 چند سال شد راهبر است و برای فکری مردم پریشان کردن باید در منطقه ها جنگ بدازه و یکی از مسئله های اساسی مرز است.